الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على البشير النذير وسراج المنير شفيعنا ومعلمنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. از الله بسیار مهربان دعاگو هستیم که خداوند خاتمه کار همه ما و شما را به خیر بگرداند. برادران عزیز و گرامی، یک چند سوال هایی که در پیش من هستند انشاءالله من به شما جواب میگردانم. سوال اولی که در اینجا آمده است، گفتن استاد از چی سبب است که در 3 وقت روز نماز خواندن جایز نیست؟ در 3 وقت یعنی نزد طلوع آفتاب میگیم، نزد قیام میگیم و نزد غروب میگیم. یعنی نزد نو آفتاب برآمدن که شعاعاش، همون روشنیهاش یا شاخهایی که از آفتاب هست وقتی که نو میبراید، یا حالت قیام، حالتی که آفتاب گویم در بین می آید، و حالت غروب، حالتی که آفتاب مقصد در حالت نشستن هست. همین 3 حالت در نماز خواندن برادران و خواهران عزیز، هر نمازی که باشد کراهیت دارد، زیرا که منع این اجازت ندادن در این وقتا نماز نخواندن از روی حدیث پیامبر گرامی من هست که جناب امام بخاری از نام ابو سعید خدری میاره که ابو سعید خدری روایت کردن حدیث را گفتن قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا صلاة بعد الصبح حتی ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتی تغیب الشمس. پیامبر ما گفتن هرگاهی که اگر آفتاب وقتی طلوع میکند لا صلاة، شما نماز نخوانید، و هرگاهی که مقصد قیام میشود، هرگاهی که مقصد حالت قیام و حالت رفتن آفتاب میشود، شما در این حالت ها نماز نخوانید. برادران عزیز و گرامی، علت شهم سبب شهم آوردن که به خاطر آنه که زمانی که همون آفتاب نو طلوع میکند یا غروب میکند، حالت عبادت مردم مشرک بودن. یعنی در این ساعت مشرکا، چیزی که بعضی آدما مقصد بت پرست هستند، با طایفه دیگری مردمی هست که آفتاب میپرستند، بعضی هایش از ستاره را میپرستند. این در روی عالم حتی امروزه بین دنیاهایی که حتی گاو و خدا میگن، یعنی هر یک نفر به خودش یک معبوده، یعنی به خودش بگیم یک پرستار دارد که میپرستد او را. همین حالت نو برآمدن که مشابه بگیم مانند افتیدن یا به حالت نماز آدمای مشرکی، اونا آفتاب میپرستن و برای خاطر برآمدن آفتاب که نماز میخوانن و شکرگزاری میکنن، یا برای پایان شدنش مقصد باز نماز دارن، با دعاگویی دارن، یا در حالت قیام میگد این از حساب حرارت آتش جهنم است که در اون حالت بسیار حالت گرمی او هست. به این خاطرها مقصد نماز شما با نماز آدمای مشرک مانند نآید، در یک ساعت موافق نآید،
و همین خاطر پیامبر من کرد. زین لحاظ یعنی نخواندن نمازها در این حالت به خاطر حدیث پیامبرمون است. از این لحاظ هر کسی که برادرای عزیز مقصد صبح که دمید، همین صبح وقتی میدمه، این امروز اگر صبح در ساعتی بگیم اینا 5:15 یا 5:20 اگه با وقتی مثال دوشنبه بگیم اگر صبح وقتی دمیدنش باشد، ما در همین حالت فقط دیگر غیر 2 رکعت سنت بامداد دیگر یگان نماز نافله خوانده نمیتونیم. یعنی ما نمیتونیم که نماز شکری وضو بخوانیم یا بریم تحیه مسجد بخوانیم اگر مسجد بریم، برای آنی که وقتی که صبح دمید تا طلوع آفتاب تا بلند شدن آفتاب ما از خواندن نمازهای مثال نافله دیگر حق نداریم. لیکن نفرهایی که اگر نماز قضا میخوانند، از بس که قضا را نماز قضا در مذهب خودمان مذهب امام ابو حنیفه که واجب هست، ما میتونیم اگر صبح هم که دمید مقصد نماز قضا ما بخوانم، بعد ای پشتش سنت ما بخوانم و بعد برای جماعت مسجد برم، یا میتونم که نمازهای قضا ما بخوانم و سنت چه رفته در مسجد بخوانم. این ده هم حق داریم، فقط سنت هم بام داده دیگر تحیه خوانده نمیتونیم. سوال دیگر، گفتن شخصی که مینوش هست در حالت مستی خیر میکند، خیرش قبول میشود یا نه؟ یعنی یک آدم مست و خیر میکنه، آیا خیری او قبول میشود یا نمیشود؟ برادران عزیز و گرامی، از باب عقیده یک چیز باید ما دانیم که البته مقصد نفری که می مینوشد او مرتکب گناه کبیره شده است، یعنی گناهگار است، به خاطر که وای از حرامی که الله در قرآن انما الخمر مقصد رجس من عمل شیطان میگه، که در آیت چند چیزی را که الله مهربان پلید میگه حرام میگه، همچنان نوشیدن همین می هم از زمره حرام کرده ها هست و گناهگار است. لیکن مادام وقتی خیر میکنه و احسان میکنه، خیر احسان او را الله قبول میکنه. در او حالت و مقصد بگیم اگر همون نوشیده هم باشد گناهگار هم که باشد، لیکن او را ما مقصد از دایره دین ایمان خارج کردن در حق نداریم، زیرا آدمی که مرتکب گناه کبیره شد به سبب گناه کبیره را مبتلا شدنش و از دین و از ایمان خارج نمی شود تا زمانی که او را حلال نشماره. برای این اولا ما دعا میکنیم که همین خیر نفری که دستی به خیر دارد، خداوند اولا از این راهی بعد از این کاری بعد خدای مهربان توفیقش دهد که باز بگردد و الله مهربان انشاءالله گمانمون همه که وقتی این آدم دستی به خیر داشته باشد، خدا خواهد من بعد این از الله امید هست دعا کنیم که خداوند توفیقش دهد. لیکن قبول و ناقبولش نزد الله مهربان است. هیچ کس نمیداند که همین خیرهایی را که آدمای هوشیار حتی میکنن و یا الله قبول کرد یا نه، اگر تا از روی اخلاص نباشد. هر کاری را که برادر عزیز ما اگر از روی اخلاص نکنیم، به خاطر الله نکنیم، اگر نوشیدگی هم که نباشیم، خیر کنیم و به خاطر آنه که بگم فلانی مقصد بسیار سخیه، خیرم کنم به خاطر که مرا تعریف کنن، خیرم کنم و بگیم که مردم که مثال مردم ده همه ده بگیم که فلانی همین قدر مبلغش خیر کرده است، این خیرهای ما شما قبول نمی شود. برای هر یک خیر میکنیم، هر عبادتی میکنیم، مخصوص به خاطر الله کردن در کار برادر عزیز. و ایلا
مبلغش نوابسته اگر میلیون که در راه الله بودی و مقصدت به خاطر خدا نباشد الله وی قبول نمیکنه. سوال دیگر: استاد دختری خاله هم جین دارد. چندین ملا آمده دعا خواندم بی‌فایده بود. بعد یک مولای دیگر آمده دعا خواند، گفت جینش گفت مسلمان هست و هر کاری که همون جین میگوید اینها همون رو انجام میدهد. آیا این کارشون درست است یا نه؟ یک برادر جین خوان بود است، مقصد خواندن و هیچ منفعتی را مقصد از چندین جین خان ها ندیدن و یکی از جین خان ها گفته است که خیلی جینی این مسلمانه. از این لحاظ او جین هر چیزی که میگفته است مقصد همین نفر بیماری را او اجرا میکرده است. اصلا امروز باور کنیم برادرها اکو با عزت نفسی هیچ کس نرسد. همین جین خانی هم یک همین مسخره بازی شده، مسخره بازی شده است دیگه. مردمی ساده را یافتن، مردمی مقصد همین زود باور را یافتن دیگر. همین هر چیزی که بگن بیچاره که درمند که هستن، بی سواد که هستن دیگر، تمام گپی همه آدم برای اونها دیگر حسابی که بگیم گپی قبول، گپی کتابی دیگر. و این لحظه وقتی که اگر جین مسلمان باشد، ما در جین ایمان داریم، میره الله مهربان خبر داده است که عالم جین هم هست، لیکن وقتی جین مسلمان باشد هیچ وقت صاحب خودشه و آزار نمیتاخه. هرچی که میکند همین مشکلات ها و همین وزنینی ها و همین حالت های بدی را که ما در مردم مثال جین زده میبینیم، اینها همون جین های هستن که مسلمان نیستن. اونها از روی دشمنیشان، از روی بدبینیشان، از روی عداوتشان که این مسلمان گفتن به همین خاطر اذیتش میتن. از این لحاظ بسیاری این جینخانهای ما از بس که مقصد همو متخصص نیستن، از بس که با پرگی خودشون معلومات ندارن، همون جینها هر چی بگن یا باور میکنن. حالا که جین دروغگو است، ایرا یقین دانستن در کار که جین دروغ میگه. ایرا پیامبر گرامی گفتن که وقتی که جناب ابو هریره وقتی سیوم بار همون جینی را که مقصد دستگیر کرده بود در بیت المال و او را خواست که مقصد به هلاکت برسانش، بعدا گفت که مرا به هلاکت نرسان، من یک تعلیم برای تو میتونم که هر گاهی که اگر همین از تعلیم من کار بگیری هیچ جین در روی عالم کارت ندارد. او خیمیلش گفت همین آیت الکرسی، بین الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سینه ولا نوم. همین مقصد بگیم آیت الکرسی را تعلیم داد، گو همین را بخوان، گفت در دستات مقصد دم که در بدنت بمال، هیچ جین برای تو دیگه کار گرفته نمیتونه. پیامبر ما گفت اگر چند جین ها دروغگو هستند لیکن همین سخنش حقیقت داره. برای همین بسیاری جین خانهای ما را برادر عزیز جین ها فریب میکنن. هر چیزی که البته در صحبت میبراین با اینها گپ میزنن، یکی دروغشون میگن. برای همین برادر عزیز و گرامی اول خوب مقصد یک معلومات پر را پیدا کن، باید یک تکرسی علمی باید داشته باشی. ببین چقدر اگر آدم قوی نباشد برادر عزیز، چقدر تقواش اگر با قوت نباشد، چقدر دم نفسش اگر تازه نباشد، مقصد او تاثیر رسانده نمیتونه. اگر تاثیر هم برساند کمی همون جین فریبش میکند، ای که با رفت با بین یک سه روز با همون حالت اوله میشه. این برادر از حساب آن میشود که این مردک ها معلومات چون کمه یا اینکه تیاری ندارن در مقابل همون جین خواندن، تیاری ندارن. من قصه را برای شما در همین باب، من یک بابی مفصل درباره همین جین ها برای شما بیان کرده بودم. از حیات حضرت امام احمد حنبل گفته بودم
که وقتی که دختری خلیفه همون زمان وقتی بیمار می شود، بیمار یعنی جین زده می شود، نفری را روان میکند که امام احمد حنبل بگو بیاید تو دختری مرا مقصد بخواند. امام احمد حنبل از بس که به درس مشغول بودند گفتند که مقصد عذر ما را به جناب خلیفه برسانون، لیکن همین پای افضالای مرا بعد در پشت که هم بیمار بمان. فقط همین قدر بو که امام احمد حنبل با شما پیغام کرد که یا میبرای ای بدن همی بیماری یا اینکه حتما دره میخری. در حال میگه هم بیمار خودش بلند گپ زد که ما را امر شدگی است که کجای ده احمد حنبل اگر چی فرمان داد همون زمان اجرا کنیم. برای چی؟ به خاطری که احمد حنبل برادرای عزیز یک نفری بودن که لقمش هم احتیاط میکرد، نظرش هم احتیاط میکرد، نشستش هم احتیاط میکرد، دسترخانش هم احتیاط میکرد، تمام عبادت های روز شب داشت. به این خاطر جنها از دم نفسی او میترسیدن. در حال مقصد چی شد؟ در حال البته ما سخنی احمد حنبل قبول داریم، برآمده رفتن دختری مقصد خلیفه اون زمان همون حالت اوله تنصیحتیش در خداوند رساندش. برای این گپا هیچ اصلی نداره. خدای نکرده اگر همون جین با یگان مقصد او را به یگان کاری هست که مثال بعضی نفرها را میبینین همی آو شپی میکنن و یا یگان کاری نتریک نفری فالبینا و جادوگرها را میکنن، این علاقه دلالت به کاری نادرسته گناهگار میشوند. برای این هیچ گپی اونا را قبول نکنن.